به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای، خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده بر شده پیکر است. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را نیابد بدو نیز اندیشه راه. که او برتر از نام و از جایگاه، به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یکسو شوی. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان، شب و روزتون انشاءالله به خیر باشه. من شینوه هستم و سالها ادبیات تدریس کردم، درس خونده این رشته هستم و این روزها میخوام که به اون آرزوی قدیمی خودم جامعه عمل بپوشونم. با اون آرزوی من چیزی نیست جز این که دوستان علاقه‌مند به شعر و ادبیات کلاسیک و معاصر خودمون رو باهاش آشنا کنم. من دوست دارم که من دوست دارم که همه هموطنان من از این شعر و ادبیات لذت ببرن، بهره بگیریم. ما که در واقع از یک ادبیات و تمدن کهن و فرهنگ قدیمی برخورداریم، حیفه که خودمون نتونیم از این اشعار بهره بگیریم و دقایقی سبز برای خودمون بسازیم. انشاءالله در کنار هم بتونیم این دقایق سبز و اندیشمندانه و ادیبانه رو داشته باشیم. متشکرم. شبتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله.